کاری که در بلندی 30 متر توسط ماشین مخصوص باید اجرا شود، رشید با استفاده از یک بند راحت و بی‌هراس انجام می‌دهد. حالا در شهر دوشنبه بیناهای بلند آشیانه زیاد است و تکنیک ضروری نیست برای رنگ و بار و یا تعمیر نمی رسد. قبلا بچه ها از ازبکستان آمده با مبلغ کلان این کار را انجام می دادند. بعد به ما مراجعت کردند. رشید ساختمانچی یا تعمیرگر نیست. او یک کوهنوردی با تجربه و کسبی است. با رنگ و بار و شستن تیرزه در بناهای بلند آشیانه، او برای فتح قله‌های بلند و عملی شدن آرزوهایش شرایط فراهم می‌کند. این کار البته به ما امکان می‌دهد که مبلغ علاوه‌ای داشته باشیم. این مبلغ را ما برای تجهیزات کوهنوردی، پای افزار، لباس، ریسمان، رکزک خریداری می‌کنیم و می‌توانیم به خود اجازه دهیم که به کوه‌های پامیر و یا دیگر سفرها هم داشته باشیم. И можем себе позволить, например, поехать куда-то. او قله کارل مارکس را با بلندی بیش از 6000 متر واقع در بدخشان و کوههای فان را با بلندی 5000 متر فتح کرده است. نقشه فتح قله اسماعیل سومونی با بلندی بیش از 7000 متر را دارد. کسی که در عمرش بار به کوه نرفته است این را درک کردنش دشوار است. ما را بیشتری شناسهایمان میگویند که چرا جان خود را در خطر میگذاری؟ این برایت چی در کار است؟ اما برایم مثل آب و هوا ضرور است. اگر خدا خواهد با تیمی بچه‌های تاجیک نیت داریم که امسال به راه برآییم. با آنکه چندین بار شاهدی با خطر روبرو شدن کوهنوردان شده است، میگوید کوهنوردی بار به جان او تهدید نکرده است. در گروه من و یا آنهایی را که من آموختم شکر خدا چنین حادثه رخ نداده است. اما سال گذشته یادم هست که هنگامی برآمدن کوه انرگیا یک سیاح از تکنیکای بی‌خطری صرف نظر کرد. مخصوص خود را نمایش میداد، به هر طرف خود را آویزان میکرد که در نتیجه از بلندی 100 متر به پایین سرازیر شد. در نتیجه وی چند قبرغه‌اش را شکست اما زنده ماند. این همان حالت است که باید از تکنیکای بی‌خطری استفاده برد. Он просто пренебрег вот этими элементарными правилами техники безопасности. برای این کارش او مبلغی کلان نمیگیرد. میگوید وابسته به متر مربع و مهلت کار ماهی تا 2000 سومان کار میکند. چون کوهنورد دل داده بر آرزوی خود فتح قله اسماعیل سومونی را میاندیشد. برای عملی شدن این آرزویش باید 10 بنا را آرا بدهد تا 7000 سومان پول سفر را پس انداز کند.